if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. سلام بچه ها، چطورین؟ امروز یک شنبه است، آخر هفته است. ما همینطوری یهویی خیلی یهویی بلند شدیم، حاضر شدیم راه بیفتیم بیایم بیرون ببینیم سر از کجا در میاریم. خودمون هنوز نمیدونیم کجا میخوایم بریم، ولی میخوایم بریم یه جای جدید، یه پاتاق جدید برای خودمون پیدا کنیم. چطوری آقای پدر؟ خوبم، مرسی. یه بدی داره، خیلی باد میاد. باد میاد، داره باد میبرتمون. ماشین رو باید پارک کنی تو پارکینگ، بعد پیاده راه بیفتی. البته ما چون وسیله برداشتیم با خودمونیم، هم قلیون و چایی و میوه و این داستانا، دستمون سنگینه، پاشام هست. وسیله قبل نداشته بودیم راحت و آزاد و رها راه میرفتیم، ولی اینقدر دستمون سنگینه. نگاه کنید. خب به خاطر این برامون سخت شده. زمینش رو ببینید، زمینش هم مثل صاف و هموار نیستش که اگه میشد با ماشین رفت و جایی که آدم میخواد بشینه اونجوری خوب بود. ما اگه وسیله همراهمون نبود، موش، یه موش هم جلو پامون رد شد، راحت راه میرفتیم. ولی این باد لعنتی هم اعصاب ما رو خورد کرده، یعنی نمیذاره یه جا بشینیم یا راه بریم قشنگ. طوری باد داریم میزنه تو سر و صورت دماغمون. چطوری حالا ما تصمیم گرفتیم بریم اینجا. میبینیم بچه ها این مرکز زمین صاف و هموار بود، ما گفتیم میریم تو این درختا. اینجا هم چطوریه؟ میخوای من برم اول اون ورشو ببینم؟ بعد تو بیاد ببینم کانالو. ببینم اینو بذارم کیسم و اینجا سنگه. بعد تو میبینی اینجا که هیچی، گله اولندش، بعدش هم که شینی نیا اون جلوتر اصلا ما نمیتونیم با کالسکه پاشا بریم. کالسکه رو نکن. نه سنگینه نمیتونی. بیا ببین همین یه تیکه نیست، اون جلوترش هم همیناش، همین کاسه. اونجا رو ببین. آره. جلوتر ببین اصلا چه وضعیه. نه بابا ما دیگه بچه همینجا اتراق کردیم، نمیتونستیم بیشتر راه بریم. بیشتر هم ببین همین وسیله هم راهمونه. Thank you.
آخه بگو اومدین 13 به در چی برداشتی با خودت همه جا؟ بیا برای پاشو بردار، برای خودت بردار. بیا پاشو مامان. داره میبر. در ادامه وقتی برگشتیم خونه من تصمیم گرفتم پاستا درست کنم. بچه‌ها همه تو خونه ما پاستا دوست دارن. اگه طعم مرغ و قارچ رو دوست دارین، اسفناج و سیرم دوست دارین، واقعا این پاستا براتون انتخاب مناسبیه. مطمئنم عاشقش میشین. وای تو رو خدا فقط صداشو گوش بدین.